دوستان سلام. اگه مسیر زهر رو تو رگ و پی سیدعلی دنبال کنیم میرسیم به لوزالمعده ولایت. یعنی جایی که شیخ پری بعد از این همه داد و قال نوچه های سیدعلی میاد وسط و رو به جونورای وزارت دفاع میگه یکانها به غلاف. یعنی غلاف کنید. شما یه هواپیما داری، موشک هم روش سواره. دشمن شما هم هواپیما داره، موشک روش سواره. موشک شما بردش 40 کیلومتر، مال دشمن 60 کیلومتر. برای چی شما پرواز میکنه؟ هم میزنه شما رو دیگه. جنگ دیگه نیست، یه نوع انتحاره. بابا زدی اقتدار ولایت رو گچی کردی که سیدعلی و انترش این همه سال موشک با کلاهک و بی کلاهک هوا کردن، بعد تو میای میگی اگه پرواز کنه میزننش. با چی میزننش؟ با مگس کش؟ آها گرفتم. میخواید به 5 به علاوه 1 و شیطان بزرگ بگی نظام قصد بدی نداره ها؟ گاهی وقتا آدم قصدی هم نداره، اصلا نمیخواد بجنگه، یه جوری حرف بزنه که طرف فکر میکنه شما میخوای بجنگی. خب میشه تهدید. میشه تهدید. تهدید این نیست که شما موشک پرتاب کنی. تهدید این نیست که یک رزمایش بزرگ درست کنی که طرف بترسه، که حالا رزمایش البته سر جای خودش یک ضرورته. شما اصلا نمیخوایی، اصلا قصد جنگ نداری، یا بدتر ممکنه اصلا آمادگی جنگم نداشته باشی. بی خودی هی طرف تحریک میکنی به گونه‌ای که طرف فکر کنه شما میخوایی ضربه بهش بزنی. خود این میشه تهدید. خود این عامل تهدید. خیلی مهمه. اشتباه محاسبه که من میگم در نوع جمله بندی، در نوع حرف زدن، در نوع سخن گفتن، در نوع موضع گرفتن. ببین شیخ پری، اگه به جای این همه آب و تاب و فک جنبونی این تیکه از این ترانه رو میخوندی ها، دوزاری بسیجی ها کامل میافتاد. کوش کن. آمریکا آمریکا عکس تک زنگ تو، اسما باید برقصه با ریتم آهنگ تو. آمریکا آمریکا عکس تک زنگ تو، ما اهل جام زهری باسچگیان جنگ تو. آره دیگه همینو داره میگه بابا وضعیت 6-4، دوره قپی اومدن تموم شده. واسه چی بریم جنگ شیطان بزرگ؟ باید شیلنگ زهر رو گذاشت دم دهن عظما و قرد رفت براش. ما در نیروهای مسلح و در دفاع و در میدان و در میدان رزم چند تا خط قرمز داریم، بهش نزدیک نمیشه. اینم باید همه بدونن، همه دنیا بدونن. ما دنبال تهاجم به هیچ کس نیستیم. ما دنبال سلاح کشتار جمعی نیستیم. اینم خط قرمز ماست. یعنی دنیا باید لمس بکنه که جمهوری اسلامی ایران هرگز دنبال سلاح کشتار جمعی نیست. همه حرفاشو ول کنید. این هرگز رو درست حسابی بچسبید. این وقتی میگه هرگز دل سیدعلی شروع میکنه به گزگز کردن. بهش میگه چه غلط ها. آچار برداشتی پیچ و مهره اتمی رو شل کنی؟ میخوای ماستای موشکی ولایت رو کیسه کنی؟ باشه منم میام برات. زهر که برسه به لوزالمعده همین میشه. هر روز تو نظام مسابقه استخون جویدنه. ارتش دیوان این کف بردهان، همچو خوکی نوکر اهریمنان. گر بیاید دشمنینک سمتتون، میزنیمش پاکش شلوارمون، میزنیمش پاکش شلوارمون. لرزانی و جوجه ها کشان، پیکر
ما کجه انترم کرده و